ما یه پدر مادری داریم دیگه، اون شروع این بشر یک پدر مادریه. یعنی واقعا شما فکر میکنید که ما یه جدی داشتیم توی باغ زندگی میکردن، 2 نفری با هم مثلا برهنه بودن یا لباسی داشتن و لباسشون رو مثلا شیطان اومده برکنده. آدم چند هزار سال پیش میزیسته؟ میگم هیچ چیز بوده احتمال 10,000 سال پیش. 10,000 سال پیش. به نظر شما تو 10,000 سال پیش میتونه قیافه ما اینقدر تغییر بکنه؟ شمال اروپا، تو آفریقا، ژاپن، داروین میگه که نظریه تکامل رو میگه اگر میخوای صحبت از 6,000 سال، چون اونا میگن غرب 6,000 سال حضرت آدم، تو 6,000 سال یه موجه هم تغییر نمیکنه، میلیون ها سال لازمه که تغییر به وجود بیاد. نوح چند سال پیش میزیسته؟ طبق اگر 6,000 سال پیش بخوایم بگیم آدم حضرت نوح کمتر میشه دیگه، احتمال 5,000 سال پیش. 5,000 سال پیش هم که تعداد محدودی آدم توی کشتی بودن، چند میلیون که نبودن. از نسل اینا ما همه شدیم دیگه، درسته؟ بله، از نسل 3 تا پسرای نوح. پس خیلی فاصله بوده بین آدم و نوح. و حالا خود داستان نوح شما چجوری بیانش میکنی که این قیافات تغییر کرده؟ اینا چجوری میخوای حل کنی؟ تمثیله. انسان نمای نئاندرتال 100,000 سال پیش روی زمین میزیسته. قدش خمیده تر از انسان بوده، مغزش هم انسان فعلی، بله، مغزش هم کوچکتر بوده. انسان نمای کرومانیوم 50,000 سال پیش میزیسته و یه مقداری راستر، یه مقداری هم مغزش بزرگتر. اون کتاب چی آمده، علم و دین ایام باربوخ، ترجمه آقای خرمشاهی، که جمجمه که بهش میگن سوانسکومب، مربوط به 250,000 سال پیش، که اون جمجمه مغز پیشرفته تر از انسان نئاندرتال بوده. یعنی اون انسان نئاندرتال اگر قرار بوده از نسل انسان سوانسکومب باشه، باید خیلی پیشرفته تر از انسان امروزی باشه. به فرض که ما از نسل انسان کرومانیوم باشیم، چجوری میتونیم تو 50,000 سال اینقدر متفاوت بشیم؟ علمی چجوری اینقدر میشه؟ یا 50,000 سال ممکن نیست که. چه راجع به کتب مقدس بگیم، چه راجع به علم بگیم، یه حیرانی وجود داره. علمیش هم نمیشه خیلی حرف قاطع زد. و اینکه شما بفرمایید ما قطعا از یه پدر و مادر به وجود آمدیم، اشاره به اینه که شما را از یه منشأ به وجود آوردیم.